بکن خیری که در گرمای محشر سایبان گردد. همان روزی که با صد داغ سر از خاک برداری. برادر مسلمان، ببینید که در این سن و سال ببینید که نفس خوب کشیده نمیتواند. از شما احترامانه خواهش میکنم تا آخر این نوار تماشا کنید و حالا باشد سخنان مادرش را، اشک مادرش را به شما نشان میدهیم. نمیدونم دیگه چی کارش کنم. این زبان نداره که گپ زنه که ما بگه که ما چای جمع در میکنه و چم جمع در میکنه. برم پای بچه خسرو جانی و چه بم برم که درونی عزیز خواهرانی عزیز التماس تو نکنه اون فکری بد نکنه ده حقم تو کنه که فرزندم تا وقتی هسته جون بدن شاید عذاب نکشه. بیام با وقت چه بتمش یکم چیز دارم درمانشه با وقت چه بکنم التماس تو نکنم تو درونی عزیز خواهرانی عزیز کسانی که ما را میبینه خیلی بوینه بزنگم بزنی اردم خبردار شنو در حق تو نشالم خدا دعاگو هستم. التماس تو میکنم برادرانی عزیز خواهرانی عزیز من برم در خطونه که یکم فکری بعد نکنید در حقی من مارا چی قدر ظلم اومد یکی رو یک رند میبرم نمیتونم دیگه گپ زدم میان ندارم دیگه رو چی پس کنم آخی چی که کنم شکرانه میکنم با پروردگار. برم در قطعان در حقتان دعاگو هستم کسانی که ما را میبینه دستی کمک یخ دراز کنه التماس میکنم نگم فکری بد نکنی فرزندی من 14 ساله میشه آینه با ما این گرفت و خیلی چیکار کنم با دارو درمونه زورم نمیرسه ایابتی که خرز دارم نمیتن دیگه جویش میاد من برم در قطعانه که دارم کسانی که میتونه چیزی دست دارم یه مورا یوردم که التماس میکنم